فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. ادامه درس گذشته آیات مبارکه سوره مؤمن از آیه 14 تا آیه 18 اول 18 پایان 17 خلاصه آنچه که در آیات گذشته خواندیم. الله عزوجل ابتدای سوره درباره قرآن و اینکه این کتاب بزرگ و این حکمنامه از سوی پادشاهی که دارای صفات بسیار والا و ارزشمندی هست نازل شده و بعد فرمود کسانی که این کتاب را و این حکمنامه را بپذیرند فرشتگان رحمت برایشون دعا میکنند، در بهشت جای دارند، از عذاب جهنم رهایی مییابند و کسانی که نپذیرند روز قیامت چنان گرفتار میشوند و چنان بر خود عصبانی هستند که دستهای خودشون را با انگشتهای خودشون را با دندان میگزند. و بعد از اون الله تعالی فرمودند که خدا اون ذاتی هست که آیات خودش را، اون آیاتی که دلیل بر قدرت خدا هست، اون آیاتی که دلیل بر وحدانیت خدا هست، چه اون آیات در وجود شما باشد چه اون آیات در خارج وجود شما باشد، در آفاق باشد، زمین، آسمان، اطراف، این آیات را همیشه به شما نشان میده. هو الذی یریکم آیاته. وقتی که این آیات الهی را میبینید و وقتی که به این نتیجه میرسید که هیچ ذاتی برابر پروردگار نیست از نظر عظمت، از نظر قدرت، از نظر تصرفات و اختیارات، از نظر علم غیب، از هر جهت، پس چیکار کنید؟ در مشکلات خودتون، در حاجات خودتون، در نیازهای خودتون فادعوا الله مخلصین له الدین. درس امروز من هست که فقط خدا را فریاد بزنید، مخلصین له الدین، فریاد شما، دعای شما خالص برای الله باشد. در دعاهای خودتون کسی را شریک خدا قرار ندهید. عزیزان، یکی از صورتهای شرک فی الدعا هست. یعنی همونطوری که ما باید از خدا بخواهیم، بعضی ها هستند که از غیر خدا هم میخواهند. منظور از خواستن ما فوق الاسباب هست، اینکه انسان در قالب اسباب یه چیزی را، نانی از کسی میخواد، آبی میخواد، پولی میخواد، اینها نه، اینها در قرآن و سنت هم ثابته.
مافوق قدرت که انسان اعتقاد داشته باشد این قدرت خدایی دارد، این قدرت غیبی دارد، این قدرت مافوق الاسباب دارد و میدهد. چنین اعتقاد و باوری نسبت به کسی داشتن و از او طلب کردن، این یکی از صورتهای شرک هست. چرا؟ چون دعا نوعی عبادت است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یه جایی میفرماید الدعاء هو العباده، دعا خودش عبادتی هست. و در جای دیگه میفرماید الدعاء مخ العباده، مغز عبادت، خلاصه عبادت، نتیجه عبادت دعا هست. بعد از هر عبادتی ما دعا میکنیم. بعد از نماز دعا هست، بعد از روزه گرفتن قبل از افطار دعا هست، بعد از حج دعا هست، بعد از رمی جمرات دعا هست، بعد از طواف و صفا مروه دعا هست. خلاصه هر عبادت دعا هست و دعا خیلی اهمیت داره. پس دعا باید خالصتا برای الله باشد. و الله تعالی در همین سوره در ادامه ما میخوانیم انشاءالله که الله میفرماد ادعونی استجب لکم، ای بندگان مرا بخوانید من اجابت میکنم. و باز میفرماد ان الذين يستكبرون عن عبادتی، کسانی که از عبادت من تکبر میکنه. از عبادت من یعنی از دعای من، همون دعا را اول به دعا تعبیر میکند، در ادامه آیه با عبادت تعبیر میکند. لذا معلوم میشه که دعا و عبادت یک چیز است. این که مردم میگویند دعا فرق میکنه با عبادت، نه، هیچ فرقی ندارد. دعا همون عبادت است. انسان کسی را که فریاد میزند و از او میطلبد، باید اون کس دو تا ویژگی داشته باشد، دو صفت داشته باشد. من اگر از کسی میخوام، از کسی حاجت میخوام، از کسی حل مشکل میخوام، اون کس، اون ذات دو صفت دارد که من اون را صدا میزنم. یک، عالم غیب باید باشد، یعنی نسبت به من خوب اطلاع داشته باشد، از همه احوال خبر داشته باشد. اگر من تو جنگل باشم، تو جزیره باشم، تو خانه تاریکی باشم، در بیابان باشم، هر جا باشم از حال من خبر دارد و از ته دل من میداند. او را من صدا میزنم. کسی که از حال من خبر ندارد چرا او را صدا بزنم؟ خداوند درباره تمام کسانی که مردم اونها را صدا میزنن میفرماید و هم عن دعائهم غافلون. اونهایی که شما صدا میزنید اونها از فریاد و دعای شما غافل و بیخبرند. اونها هرگز خبر ندارند. حتی فرشتگان را مشرکین مکه صدا میزدند. در قرآن هست که روز قیامت خدا میپرسد که اینها شما را عبادت میکردند، شما را صدا میزدند؟ اونا میگن نه، اینا ما را عبادت نمیکردند، بل کانوا یعبدون الجن، اینا جنات را عبادت، جنات اینا را فریب میدادند خودشون را به جای ما خبر نداریم از عبادت اینها، از دعای اینها. لذا الله عزوجل این ویژگی را دارد که علم غیب دارد. یعنی هر کسی در هر آنی، در هر لحظه‌ای، نیمه شب، اول روز، آخر روز صدایش بزند، الله میشنود، میبیند، خبر دارد. این یک ویژگی. دومین ویژگی کسی که او را صدا میزنیم باید ذاتی باشد که قدرت فوق‌العاده‌ای داشته باشد، تصرفات در دست او باشد، موت و حیات به دست او باشد، شفا و مریض کردن به دست او باشد، رزق و روزی به دست او باشد، خیر و برکت، سعادت و شقاوت، همه تصرفات در اختیار او باشد. و این را هم فقط خدا دارد. وقتی که ما آیات قرآن کریم را بررسی میکنیم، هر جا خدا این دو چیز را برای خودش اثبات میکند، از غیر خودش نفی میکند. هر جا الله میفرماید
تصرفات در آسمان من دارم، در زمین من دارم، در دریا من دارم، در خشکی من دارم، در وجود شما من دارم و موت و حیات شما به دست من هست، شفا و مریضی شما به دست من هست، غنی کردن و فقیر کردن شما به دست من هست. هر جا این را میفرما و میفرما بغیر من کسی به دست کسی نیست. و یکی دیگه میفرماید که از احوال شما فقط من خبر دارم، از راز سینه شما من خبر دارم، از درون شما من خبر دارم، از رازهای آسمان و زمین من خبر دارم، دیگران خبر ندارد. پس وقتی که این دو چیز را خدا دارد و غیر خدا ندارد، فقط باید خدا را صدا زد. مشکل مردم اینه که انسانها را صدا میزنند، حتی انبیا را. عیسی علیه السلام حالا یکی از اون پیامبرانی هست که جمع بزرگی از انسانها از او حاجت میخواهند. عیسی که الله عزوجل در قرآن میفرماید عیسی در مقابل یهود عاجز شد، به مردم گفت من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله. کی مرا یاری میکنه؟ خودش از مردم کمک خواست، البته برای ترویج دین الله. و عیسی علیه السلام را وقتی که میخواستن به در بزنند، الله جبرائیل را فرستاد عیسی را نجات ده. عیسی خودش کاری نمیتونست بکنه. برای انبیا، چرا برای انبیا مشکلات آمده؟ شاید یکی از حکمتهایش اینه که خدای عزوجل میخواد نشان بده که اینها که بزرگترین بندگان من هستند، اینها هم عاجز بودند. ابراهیم علیه السلام فرزند نداره، دعا میکنه رب هب لی من الصالحین، خدایا به من فرزند صالح عنایت کن. زکریا علیه السلام دعا میکنه رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین، بار اله مرا تنها نگذار، به من اولادی بده، خیر الوارثین تو هستی ولی یک وارثی باشه در زمین. ایوب علیه السلام، یونس علیه السلام، همه این انبیا داستانهاشون تو قرآن هست. یونس علیه السلام تو شکم ماهی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. ایوب علیه السلام در اون مشکلاتی که با مریضی دست و پنجه نرم میکند، رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، فریاد میزند الله را. همه انبیا، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، محمد صلی الله علیه وسلم، سبحان الله، انسان در احادیث دعاهای رسول الله را میبیند، چه دعاهای زیبایی، چقدر خدا را زاری میکرد. در میدان بدر دست به دعا برداشته، چنان مبالغه میکند که چادر مبارک میفته. ابوبکر صدیق را ترحم می آید، میگه بار الها اگر این مشت جماعتی که با من هست، اگر اینها امروز اینجا از بین بروند، دیگه کسی نیست عبادت کند تو را، خدای اینها را نصرت بکن. در میدان خندق، در میدان احزاب، آن حضرت چه دعاهایی که تا 3 روز پشت سر هم، روز دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه رسول الله از جایش تکان نمیخورد، همش دعا دعا دعا، تا اینکه چهارشنبه الله تعالی خوشخبری فتح و بشارت نصرت را داد که الان دشمنان از بین میرن. همه انبیا خودشون از الله میخواستند. لذا وقتی که پیغمبران از خدا میخواهند، ما چرا از خدا نه؟ ما چرا از پیغمبران بخوایم؟ خود پیغمبران عاجز بودند، خود ائمه عاجز بودند. ائمه را مردم، بعضی از ائمه را شهید کردند، شهید شدند، نتونستند از خود دفاع بکنند. تا زمانی که رب نخواهد، قدرت انسان نیست. پس چرا ما بیاییم و از بندگان خدا، از مخلوق خدا بخوایم؟ الله عزوجل بعد از این همه دلائل در این سوره همین را میفرماید فدعوا الله مخلصین له الدین، پس خدا را فریاد بزنید، خالص بگردانید برای او دعاهای خودتون را، دعاهای خودتون را خالص برای او، یعنی کسی دیگر را در دعا با خدا شریک نکنید. ولو کره الکافرون، گرچه کافران نپسندند. کافران نمیپسندیدند، کافران میگفتند اجعل الالهة الها واحدا، آیا این همه خدا را جمع کرده یک خدا؟ چطور ممکنه؟ با یک خدا نمیشه.
اونا قیاس میکردن به حکومت‌های دنیا، میگفتن با یک رئیس جمهور نمیشه، با یک پادشاه نمیشه. پادشاه 10 تا وزیر دارد، 100 تا وزیر دارد، مشیر دارد، مدیر دارد، رؤسا دارد، در هر استانی چندی مسئول دارد. لذا هر منطقه را خدا به یک بزرگی سپرده. این اعتقاد خرافاتی اونها بود و در گذشته مردم اینجا هم همین اعتقاد را داشتن. میگفته هر منطقه یک بزرگی هست که اون بزرگ در اون منطقه تصرفات دارد، او در اون منطقه اختیارات دارد. یه منطقه نمیدونه ملک سیاکوهی داشت و یکی بیبی دوستی داشت و یکی پیر سورانی داشت و یکی خواجه نظام الدینی داشت و یکی خواجه حبیب الرحمنی در سوریه و خیلی جهات. تو هر منطقه یک بزرگی هست. این اعتقاد مردم. ولی الله میفرماید الله اون ذاتی است که در تمام عالم همه جا حاضر است. و ما تکون فی شأن، شما در هیچ کاری نیستید. و ما تتلو منه من قرآن، شما قرآن را تلاوت نمی کنید. ولا تعملون من عمل، شما هیچ عملی انجام نمی دهید. الا كنا علیکم شهودا، مگر ما حاضریم. استفیضون فی، وقتی که شما وارد اون کار میشید. و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، از پروردگار یک مثقال ذره در زمین و آسمان غائب نیست. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، نه کوچکتر نه بزرگتر، الا فی کتاب مبین، مگر در لوح محفوظ هست، در علم الله عزوجل هست. همه چیز را الله تعالی کنترل دارد. لذا خدا را به یک پادشاه عاجزی قیاس نکنید. لا تضربوا لله الامثال ان الله یعلم و انتم لا تعلمون. برای خدا مثل بیان نکنید، خدا میدونه شما نمیدونید. این پادشاه مخلوق خداست، این عاجزه، این ناتوان است، این در هر نفس کشیدن محتاج الله است. لذا الله عزوجل ذاتی هست که قابل مقایسه نیست. ولو کره الکافر، گرچه کافران نپسندند. کافران چطور بودن؟ مشرکان اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة، وقتی که خدا را به تنهایی صدا میگه، فقط خدا میگه، دل اونها پژمرده میشه، دل اونها منقبض میشه، دلشون میگیرد. و اذا ذکر الذین من دونه، وقتی که غیر خدا دیگران را صدا میزنید، اذا هم یستبشرون، خوشحال میشند، شاد میشند. اینطور بالاخره اعتقاد و خرافاتی در درون کافر و مشرک هست. الله میفرماید شما فقط منو صدا بزنید. رفیع الدرجات، ببینید ذات خدا چه ذاتی است. رفیع الدرجات، ذاتی است که درجات و صفاتش بسیار والا و بالاست. رفیع الدرجات، بسیاری از مفسرین میفرمایند یعنی مرتفع الصفات، صفات والایی دارد. و بعضی میگن رفیع الدرجات خدا اون ذاتی است که درجات شما را بالا میبرد. ذوال عرش، اون دارای عرش است. اون دارای عرش یعنی دارای قدرت، دارای حکومت، دارای سطوت و مملکت است. عرش الهی سبحان الله، ما درباره عرش اطلاعات زیادی نداریم. اون چی که در قرآن و سنت آمده همون اندازه بسیار محدوده، چون که معتقدم اون چی که گفته شده اگر بیشتر از اونها گفته میشد این مغز کوچولوی ما متوجه نمیشد، ما درک نمی کردیم. همین قدر هست که همه این زمین و آسمان همه را شما جمع بکنید در مقابل عرش الهی به اندازه یک خس و خاشاکم نیست، به اندازه خاشاک کوچولو هم نیست. لذا عرش الله بهتر میداند. لذا الله دارای چنان قدرتی هست. یلقی الروح من امره على من یشاء من عباده. الله آن ذاتی هست که روح را القا می کند بر هر کسی که بخواد از بندگانش. منظور از روح وحی هست. الله عزوجل وحی را، قرآن را تعبیر می فرماید به روح. اینجا دقت لازم عزیزان. چرا؟ به خاطر اینکه روح یه چیزی هست که سبب حیات میشه. یک جسد بدون روح مرده هست، یک کالبد بدون روح حیات ندارد. اما وقتی که روح باشد
این جسد زنده میشه. روح عالم، روح ما انسان ها، حیاتش، زندگیش به وسیله وحی هست، به وسیله قرآن است. اگر قرآن باشد حیات هست، چون چشممون باز میشه، ربمون را میشناسیم، پروردگار را، نسبت به پروردگار معرفت حاصل میشه. اما اگر وحی نباشد، راهنمایی قرآنی نباشد، انسان در جهالت، در ظلمت، در تاریکیه. به همین خاطر الله عزوجل تعبیر میفرماید از وحی به روح. در جای دیگه از قرآن آمده او من کان میتا فاحییناه، اون انسانی که مرده بود ما او را حیات دادیم. چطور حیات دادیم؟ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس، یعنی بهش نور دادیم. نور ایمان مراده، نور قرآن مراده. پس وقتی که در درون ما ایمان بیاد، راهنمایی قرآن باشه، وحی الهی باشه، حیات هست، زندگی هست. ما ربمون را میشناسیم، خالق را، مخلوق را، عبادت را، شرک را، همه چیز را تشخیص میدیم. اما وقتی که وحی الهی نباشد، قرآن نباشد، همه چیز قاطی میشه. مثل جاهلیت گذشته، 100 سال و 200 سال گذشته که مردم نمیدونستند معبود کیه، نمیدونستند که چی چیزی را عبادت بکنند. لذا الله عزوجل اینجا میفرماید که این قرآن را من فرستادم، وحی را فرستادم که روح است. بر هر کسی از بندگان، بر انبیا همیشه وحی می آمده و در آخر بر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. هدف انبیا چیه؟ لینذر یوم التلاق، تا که بندگان خدا را بترساند از روز ملاقات با هم دیگر. یوم التلاق، طلاق به معنی عرض کنم ملاقات کردن با هم دیگر. اون یکی از طلاق با تای دستدار هست، طلاق زن اون مراد نیست، این ته هست، طلاق یعنی با هم دیگه ملاقات کردن. اون روز همه انسان ها، از اولین انسان از آدم گرفته تا آخرین انسان، همه هم دیگر را میبینند. عزیزان، یکی از اهداف قرآن کریم اینه که ما را از روز قیامت بترساند. متاسفانه اعتقاد و باور نسبت به قیامت بسیار ضعیف، در حالی که قرآن کریم بسیار تأکید دارد بر اعتقاد قیامت، بر باور قیامت. در همین قرآن کریم تا سوره قاف که تقریبا سوره 50 است، مضامین دیگر از ذکر قیامت هم است. اما سوره قاف تا آخر نزدیک به 70 سوره هستند. بیشتر این سوره ها درباره قیامت است و سوره ها به نام قیامت. یک سوره به نام خود قیامت، سوره هست به نام القارعه، قارعه هم یعنی قیامت. سوره هست به نام الحاقه، الحاقه هم یعنی قیامت. سوره هست به نام واقعه، واقعه هم یعنی قیامت. یعنی همه این سوره ها چندین سوره به نام قیامت است و در دهها سوره هست که الله عزوجل سوگند یاد می کند. خدا چه نیازی به سوگند دارد؟ الله تعالی میخواد تاکید کنه، در دل من شما بنشیند، در دل من شما قرار بگیرد که قیامتی هست. یه جای الله تعالی به زمین قسم میخورد، به آسمان قسم میخورد، خورشید را الله گواه میگیرد، ماه را گواه میگیرد، باد را گواه میگیرد، تاریخ را گواه میگیرد، فرشتگان را گواه میگیرد. جاهای مختلفی هست. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. اینجا خداوند بادهای مختلف را، یک جای دیگه فرشتگان، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اینجا خداوند فرشتگان را گواه میگیرد. یه جای خدای تعالی تور را گواه میگیرد، آسمان را گواه میگیرد، مکه را گواه میگیرد. به هر مکان مقدسی الله سوگند یاد میکند و گواه میگیرد که قیامت واقع میشه. ان عذاب ربک لواقع، ان الدین لواقع، عذاب پروردگار واقع میشه، روز جزا واقع میشه.
پس یکی از اهداف قرآن مجید و وحی الهی اینه که در دل من و شما مؤمنان قرار بگیرد که قیامتی هست. اگر ما واقعا در دل داشته باشیم که قیامتی هست، اون وقت ظلم نمی کنیم، اون وقت تعدی نمی کنیم، ستم نمی کنیم، زیاده روی نمی کنیم، حق خدا را پایمال نمی کنیم، حق بندگان خدا را ضایع نمی کنیم. اون چی که در دنیای امروز صورت میگیرد برمیگرده به ضعف اعتقاد نسبت به قیامت و ضعف اعتقاد برمیگرده به ضعف اعتقاد نسبت به قرآن. قرآن در دلها نیست. قرآن را مردم هنوز درک نکردند. مردم از قرآن به عنوان یک کتاب متبرک فقط میدانند که بر تاقچه خانه باشد، تبرک است و گاهی کسی میمیرد بخوانند. شک نیست که خواندن قرآن اجر و ثواب داره، اما اصل قرآن آمده ظاهر و باطن ما را اصلاح کنند، اعتقاد ما را، عمل ما را، اخلاق ما را، باورهای ما را، یقین ما را اصلاح کند. لذا الله تعالی می فرماید که خداوند این قرآن را فرستاده بر بندهش، بر بنده یعنی بر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، لینذر یوم التلاق، تا که بترساند از اون روزی که همه شما با همدیگر ملاقات میکنید، همه شما همدیگر را در اون میدان صاف و میدان هموار میبینید. یوم هم بارزون لا یخفى علی الله منهم شیء. الله میفرماید اون روزی که همه انسان ها در اون روز ظاهر میشوند، همه آشکارا، همه در اون یک میدان جمع هستند و بر خدا هیچ چیزی مخفی نیست، هیچ کسی نمیتونه پنهان بشه. اینجا در دنیا اگر کسی جرمی میکند از دست حکومت میتونه فرار بکنه، میره یک کشوری دیگه، تو همون کشور تو شهرها مخفی میشه، 10 سال مخفی، حکومت دستش نمیرسه. اما اونجا الله میفرماید لا یخفى علی الله منهم شیء لمن الملک اليوم. از سوی پروردگار اونجا ندا برآورده میشه که پادشاهی امروز مالکیه. در دنیا هر کسی ادعا میکنه من پادشاه، من قدرت دارم، من توان دارم، من نیرو دارم، من اسلحه دارم، من فلان دارم. اما اونجا الله میپرسد لمن الملک اليوم، پادشاهی امروز مالکیه. به قول مردم که عموم مردم میگن هیچ کس جیک نمیزنه، هیچ کس صداش بلند نمیشه، حتی انبیا هیچی نمیگند. الله تعالی خودش جواب میده لله الواحد القهار. امروز قدرت مال الله است، اون اللهی که واحد هست، یگانه هست، و اون اللهی که مسلط است، همه چیز در دست او هست. لذا عزیزان این قرآن در این آیه، خلاصه این آیه این هست که این قرآن آمده دو چیز را بالخصوص، دو چیز را اصلاح بکند. از این آیه ما همین فهمیدیم، یکی اعتقاد ما را نسبت به مبدأ، یکی نسبت به معاد. به تعبیر آسانتر اعتقاد ما را نسبت به توحید و نسبت به قیامت. اگر این دو چیز باشه انسان ناجی هست. یعنی انسان در زندگی خودش به غیر از خدا نه برای کسی دیگه کرنش بکنه، نه از کسی حاجت بخواد، نه از کسی طلب داشته باشه، حل مشکل بخواد، و همچنین اعتقاد و باور به قیامت داشته باشه. باور که به قیامت باشه، عرض کردم همه چیز اصلاح میشه، اخلاق درست میشه، اعمال درست میشه، عدالت برقرار میشه، عرض کنم که نظم حاکم میشه. وقتی که اعتقادی نباشد، هر زورگویی، هر ظالمی بالاخره سر مظلوم میزند. الله عزوجل اعتقاد و باور ما را نسبت به توحید و نسبت به قیامت، که این دو اصل بسیار مهم هستند و برای اصلاح انسان ها اینها تأثیر گذار هستند، اعتقاد ما را اصلاح بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.